بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی، امروز در برنامه گنج رمضان ما در مورد ثواب و پاداش روزه ماه شریف رمضان صحبت داریم. وقتی که ما در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظر میکنیم، حدیثی است در بخاری و مسلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از الله تبارک و تعالی روایت میکند که كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. هر عمل بنی آدم برای اوست مگر روزه. روزه خاطر من است و من پاداش او را میدهم. یعنی روزه ماه شریف رمضان خاص الله سبحانه و تعالی است. در این حدیث ما درجه روزه را میان دیگر عملهای نیک احساس میکنیم، چون که همه عملهای نیک به خاطر خود انسان است، به فایده خود انسان است که منفعت او را در همین دنیا هم میبیند. ولی روزه خاص الله سبحانه و تعالی است که پاداش آن را الله سبحانه و تعالی بر روز قیامت پنهان کرده است. محمد راتب النابلسی، یکی از دعوتگران شیرین سخن، میگوید که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عملهایی که حرام گردانیده است، هر یک انسان فایده و ضرر آن را در همین دنیا احساس میکند. مثلا انسان وقتی که شراب نمیخورد به فایده سلامتی انسان است، آن را احساس کرده میشود در همین دنیا. ولی وقتی که انسان را الله متعال به روزه گرفتن امر کرده است، آن را به ترک یک کار مباح امر کرده است. مثال خوردن و نوشیدن، این یک امر مباح است. ولی وقتی که انسان خوردن و نوشیدن یک امر مباح را ترک می کند از روی ایمان و اخلاص، اینجاست که ثواب این روزه خاصی الله سبحانه و تعالی می باشد. در تابستان گرم اگر انسان در خانه تنها باشد، می تواند که یک آبی خنک بخورد، ولی این ایمان و اخلاص است که این انسان روزه‌دار را منع می کند از خوردن آن. از خاطر که ما درک کنیم که ثواب روزه چقدر است، یک مثال میزنیم. اگر انسان را یک دوستش وعده یک تحفه بکند، این انسان از دوستش چقدر توقع دارد؟ همون یک اندازه ای که بین دوست ها معلوم است، همون قدر توقع مکافات دارد. ولی اگر یک وزیر برای انسان وعده بکند یک مکافات، توقع این انسان بیشتر میگردد، شاید که یک وظیفه باشد. و اگر پادشاه این انسان را وعده مکافات کند، البته که توقع انسان باز هم بالاتر میگردد، شاید یک وزارت باشد، شاید یک مکافات بهتر و خوبتر باشد. ولی وقتی که الله سبحانه و تعالی پادشاه زمین و آسمان، پادشاه پادشاهان وعده می کند که من برای روزدار مکافات مخصوصی دارم و آن را در روز قیامت برای این بنده عطا می فرماید، پس آن یک مکافاتی هست که در عقل انسان گنجانیده نمی شود. چنانه که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است، حدیث قدسی است که الله سبحانه و تعالی می فرماید اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من آماده ساختم برای بندگان نکوکارم آن چیزی که هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و به هیچ دل خطوری نکرده است. پس مکافات روزه، مکافات ماه شریف رمضان از همین قبیل است. همین نعمت هایی که هیچ گوشی نشنیده است و هیچ چشمی ندیده است و به هیچ دل خطور نکرده است، مکافات روزه هم همین می باشد. و دیگر حدیث در صحیح مسلم آمده است که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید كل عمل ابن آدم یضاعف. هر عمل ابن آدم
دوچند داده می شود، ثواب و پاداش آن دوچند کرده می شود. و الحسنة بعشر امثالها، و یک کار نیک ثواب آن 10 چند می گردد. وقتی که انسان مسلمان یک عمل نیک را انجام می دهد، یک کار است ولی ثواب آن 10 چند می گردد. این الفضل و مرحمت الله سبحانه و تعالی برای این امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. الی 700 ضعف. وقتی که این عمل نیک به یک اخلاص ایمان انجام داده شود، الله سبحانه و تعالی ثواب آن را تا 700 مرتبه حساب می کند. قال الله عز وجل الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. الله متعال در این حدیث قدسی می فرماید که مگر روزه، چون که روزه خاص من است و ثواب و پاداش روزه را من خودم می دهم. فانه یدع شهوته و طعامه من اجلی. روزدار شهوت و طعام خود را خاطر الله سبحانه و تعالی ترک می کند. در شرح همین حدیث ابن رجب در لطائف المعارف می گوید که وقتی که الله سبحانه و تعالی روزه را از عملهای دیگر استثناء کرد، از آن عملهایی که پاداش و ثواب آن 10 چند حساب می شوند یا اینکه 700 مرتبه زیاد کرده می شود، وقتی که الله متعال آن را استثناء کرد، روزه را استثناء کرد، از این معلوم می گردد که ثواب روزه از 700 مرتبه هم بالاتر است. ثواب روزه عدد ندارد، حساب ندارد. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بدرستی ثواب و پاداش صبر کنندگان بغیر حساب، بدون حساب داده می شود. و روزه هم صبر است. حدیثی است در ترمذی که می گوید الصوم نصف الصبر. روزه نیمی صبر است. وقتی که روزه نیمی صبر است، پس پاداش آن هم بغیر حساب است. و هنگامی که روزه می گیریم صبر بر طاعات داریم و صبر از گناه ها داریم. صبر به خواندن قرآن، صبر کردن در نمازها، صبر کردن در نماز تراویح. و وقتی که ترک گناه هم میکنیم بر آن هم صبر میکنیم. یا اینکه نمیخوریم صبر میکنیم، نمینوشیم صبر میکنیم. یعنی روزه سر تا پا صبر است. و دیگر مژده ای که در صحیح بخاری آمده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید والذی نفس محمد بیده، قسم با آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، یعنی قسم به الله سبحانه و تعالی میخورد برای تأکید کردن. لخلوف فم الصائم، دیگرگونی که در بوی دهان روزدار می آید، اطیب عند الله من ریح المسک، در نزد الله سبحانه و تعالی خوشبویتر از مشک می باشد. این حدیثی است که قدر و منزلت روزدار را در نزد الله سبحانه و تعالی ظاهر می کند. یعنی روزدار چقدر محبوب است در نزد الله سبحانه و تعالی که همین بوی دهان این روزدار قدر و منزلتش در نزد الله سبحانه و تعالی از خوشبویی مشک هم بالاتر است. از این لحاظ ما باید قدر و منزلت این ماه شریف را بدانیم و تا سال آینده در عمر ما باقی هست یا اینکه نیست، باید که این ماه را زیباترین ماه رمضان در عمر خود بگردانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.